الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى إن حلقه 81 از آموزش کلمة التوحید، عروة الوثقى كلمة الطيبة که لا اله الا الله محمد رسول الله است. معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. بارک الله فیکم. ما تا اینجا صحبتی که کردیم این در موضوع شرط ششم صحت لا اله الا الله بود. در حقیقت این شرط یکی از بزرگترین شرط هاست که در درون این 7 شرط وجود دارد که ششمش هست. و آخرین سخن را در این مسئله به شما یا که در این موضوع به شما بیان خواهیم کرد. موضوع امروزه ما الموت علی التوحید است. وفات کردن در حالت موحد بودن، یا به عباره دیگر وفات کردن با توحید و بر توحید. علما میگویند شرط اعتبار صحت قبول کلمت التوحید این استمرار بر قبول، یک استمرار بر توحید است، یعنی دوام دادن و دوامناک بودن بر توحید تا روز مرگ. پس همان وقت قبول شما صحیح است، همان وقت قبول شما در نزد الله سبحانه و تعالی قبول میگردد. یعنی قبول شما چی معنی دارد؟ همان وقت این قبول کردن شما شریعت را درست است و صحیح است که با توحید وفات بکنید. در حقیقت این مسئله بینهایت بزرگ است. بعضی ها فکر میکنند که وقتی که لا اله الا الله گفتند و دیگر استمرار نکردند، مقتضا و طلبات لا اله الا الله محمد رسول الله را به جا آوردند و از شکنندهاش خود را نگه نداشتند، فقط لا اله الا الله محمد رسول الله گفتند، تمام است. بر همین دیگر شرط نیست و باز به کفر وارد میشوند که البته این غلط است و خطا است و این انسان را کافر میکند. پس همان وقت لا اله الا الله درست است و انسان را به جنت میبرد که همه 7 شرطش به وجود آمده باشد. و یکی از اون ششمین شرط صحت لا اله الا الله این القبول است. و همان وقت قبول شما قبول است، همان وقت همین شرط قبول در نزد الله سبحانه و تعالی پذیرفته می شود که انسان تا روز مرگ در حالت توحید باشد. یعنی انسان در این طول زندگیش به شرک وارد نشود یا که یک کمی استراحت نکند. بارک الله فیکم. پس وفات کردن بر توحید این چیزی مهمترین است و مرتد نشدن از دین، رد نکردن دین یا که واقع نشدن و دست نزدن و داخل نشدن به یکی از شکننده های اسلام. البته این مسائل بینهایت بزرگ است. انسان همیشه تا روز مرگ باید در مراقبت خود باشد، در حفظ خود باشد، در تعلیم تربیه خود باشد. برای همین است که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره به من و شما امر کرد و گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قو انفسکم و اهلیکم نارا. ای مردم، اول خودتون را، نفسهایتون را و بعد از این اهل و عائله خود را از آتش جهنم نجات بدهید. الله سبحانه و تعالی اول گفت خودتون را، ای انسان ها اول خودتون را نجات بدهید. پس نجات دادن نفس این تعلیم گرفتن توحید است و موحد بودن است و تا روز مرگ در حالت توحید زندگی کردن است.
روز به روز انسان باید تعلیم بگیرد. برای همین علما میگند موحد بودن و موحد حقیقی بودن و تحقیق توحید در آموزش توحید است و هر کسی که روز به روز توحید می آموزد همون انسان روز به روز موحدیش قویتر و بقوتتر می شود و توحیدش جدید می شود، نو می شود. اما یک انسانی که یک بار توحید رو کمی فهمید و از فهم توحید دست کشید و به نواقض الاسلام وارد شد و البته از اسلام بیرون می شود، یا که انسانی که توحید رو کمی آموخت و دیگر دست به توحید آموختنش نمیزند، این به نواقض الاسلام وارد نشد، البته این انسان مسلمان است اما مسلمان ضعیف است. یا که یک کسی که اصلا فقط نماز میخواند و از توحید بیخبر است و باز خود را مسلمان قوی می حسابد، که این یک خطری بزرگی دارد. پس بارک الله فیکم، در توحید ثابت قدم تا روز مرگ بودن، این به ما میفهماند که ما باید بیاموزیم و کوشش نماییم. بارک الله فیکم. و به این گفته امان حدیث سه دلالت میکند که امام مسلم رحمه الله روایت کرده اند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. هر آن بنده ای که لا اله الا الله بگفته است و بعد از این به همین کلمه وفات کرده است، یعنی همین کلمه را طلباتش را، رکنش را، شرطش را و تمام مقتضا و طلباتش را به جا آورده است، معنیش را فهمیده است و مؤمن وفات کرده است و بر همین کلمه وفات کرده است، یعنی مؤمن وفات کرده است، بعد داخل جنت می شود. معنای این حدیث این است، یا که مفهوم المخالفه، منطوقش مفهومش همین است، منطوقش همین است، اما مفهوم المخالفه این حدیث همین است که خیلی که علمای اهل سنت باج میگن در علم اصول فقه مفهوم المخالفه هم دلیل است، حجت است. پس هر کسی که لا اله الا الله را گفت اما با این کلمه وفات نکرد، پیش از مرگش یا که در نصف راه شکننده اسلام را به جا آورد و بر این کلمه وفات نکرد، پس داخل جنت نمی گردد. بارک الله فیکم. چرا که در حدیث متفق علیه بخاری و مسلم آمده است که بعض انسان سبحان الله تا وقتی مرگش عملی خوب و مسلمانی و توحید انجام میدهد و بعد از این می شود که کافر وفات بکند، و بعضی انسان ها کافر زندگی می کند و پیش از مرگش در یک وقتی کم مسلمان می شود و داخل جنت می شود. برای همین ما باید هیچگاه مغرور نباشیم و همیشه از الله سبحانه و تعالی هدایت رو طلب بکنیم، کوشش بکنیم و در راه مستقیم بودن رو از الله سبحانه و تعالی طلب بکنیم. فقط طلب کافی نیست، باید بیاموزیم، توحید رو بیاموزیم، خبر بگیریم، دعوت بنماییم. چه که در حدیث متفق علیه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند: ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. البته میگن هر آینه مردی هست که یک مرد به عمل اهل جنت عمل می نماید، عملش عمل اهل جنت است، همان قدر عمل اهل جنت رو عمل میکند که بین این مرد و بین جنت یک ذراع میماند، یعنی به جنت در آمدنش قریب میشود، چرا که این اکثر عمرش رو عمل خوب اهل جنت کرده بود. اما کتاب یعنی نوشته الله که در لوح المحفوظ تقدیر نوشته است پیش می بیاید و این انسان به عمل اهل دوزخ عمل میکند و داخل دوزخ میشود. البته معنای این سخن این نیست که انسان موحد زندگی بکند، توحید را آموزد و در آخر کافر بمیرد. کیف تکون حیاتک تکون موتک. خیلی که علما میگن خیلی که حیاتت باشد همان حالت وفات میکنی. این وعده الله هست که انسانی که در حقیقت مخلص است، رکنهای لا اله الا الله شرطهاش رو به جا آورده است، مقتضا طلباتش رو به جا آورده است، فهمیده است، موحد است، هیچگاه اون را ترک نمی کند و هیچگاه این انسان را به یگان سبب مشرک نمی کند. و البته مشرک شدن در آخر عمر این به نیت انسان وابسته است. اگر نیت سبحان الله در اخلاص مشکلی باشد، انسان به هر گونه ضلالت و بدبختی داخل شدنش ممکن است. ان الله لا یضیع ایمانکم. الله سبحانه و تعالی ایمانهای شما و عملهای شما را، عبادتهای شما را ضایع نمی کند. البته هر یک کاری توحیدی که کردید به
نزدیک شدن شما به سوی الله سبب می شود. و البته هر کسی که توحیدش به اخلاص است خاتمه اش سونه می شود. اما ما باید دعا بکنیم، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله همیشه دعا میکردن: اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ای الله، ای اله من، در تمام امرها و کارهای من عاقبت را بخیر بکن و ما را از خزی و خواری و زاری و پستی و شرمی و تمام کمبودی های این دنیا و آخرت نجاتمان بده. بارک الله فیکم. پس باید بدانید که اینچنین اسلام، خیلی کلمه میگن و کما ان الاسلام لا ينفع صاحبه الا اذا مات علیه، و اینچنین اسلام به انسان منفعت نمی بخشد مگرم در حالتی که با اسلام انسان وفات بکند. توحید و اسلام و ایمان این یک چیز است، یعنی دین است. ایمان به انسان فایده نمی بخشد مگرم در حالتی که انسان با ایمان بمیرد. اسلام به انسان هیچ فایده نمی بخشد مگرم در حالتی که با ایمان انسان با اسلام بمیرد. یعنی همان وقت اسلام و ایمان و توحید به شما نجات می دهد که در همین حالت وفات بکنید، در حالت اسلام و ایمان و توحید. و اینچنین مسئله کفر، علما میگن كذلك الكفر لا يهلك صاحبه الا اذا مات عليه. اینچنین کفر صاحبش را هلاک نمی کند مگرم در حالتی که با کفر بمیرد. کدام وقت انسان هلاک می شود و ابدالابد داخل دوزخ میماند، خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 102 والله اعلم 60 بود یا 61 که میگوید: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فاولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. یعنی کسانی که کافر شدند، آیا همین بس است؟ نه، و در حالت کافری وفات کردند. البته این سوره بقره آیه 61 است. آنانی که کافر شدند، کفر ورزیدند و در همون حالت کافریشان وفات کردند یا وفات کردند در حالتی که کافر هستند، پس برای همونها لعنت الله هست واقع می شود و ملائکه ها و تمام مردم، و در دوزخ همون کسی که کافر مرده است ابدالابد می ماند و الله به سوی اینها نظر نمی کند. پس کفر همون وقت صاحبش رو هلاک می کند که انسان در حالت کافری وفات بکند. اما یک کسی کافر باشد و اسلام رو قبول بکند و در حالت اسلام وفات بکند، این نجات می‌یابد. پس کافر مردن بدترین عمل است و این آیت دلالت میکرد که کسی که کافر میمیرد این هلاک ابدی کرده است. بارک الله فیکم. و این چنین رده، یعنی کسی که اسلام رو قبول کرد اما پیش از مرگش از اسلام گشت، یکی از نواقض الاسلام رو به جا آورد یا واقع به نواقض الاسلام شد، این انسان کافر می شود. چلی که در سوره بقره آیه 217 آمده است که الله میگه و من یرتد منکم عن دینه فیموت و هو کافر. و هر کسی که از دینش ارتداد کرد، مرتد شد، دین رو رد کرد، یکی از شما، یعنی یکی از مسلمان ها وقتی که دین رو رد میکند و از دین میبراید، یکی از شکننده های اسلام رو نجات به یکی از شکننده اسلام واقع می شود و از دینش بیرون می شود و در همین حالت، در حالت مرتد بودنش میمرد، پس این کافر است. و برای کافر چی است؟ دوزخ ابدالابد است. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب. ابدالابد خالدن در دوزخ میمونند و هیچ وقتی برای اونها عذاب کم کرده یا پست کرده یا سبک کرده نمی شود و الله هیچگاه برای اونها نظر نمی کند. بارک الله فیکم. این یک مسئله بود. مسئله دیگر این است که ما باید بدانیم که بین به اسلام در آمدن و بین در اسلام استمرار دوامناک زندگی کردن یا تا آخر رفتن فرق وجود دارد. بعضی انسان ها در آمدن به اسلام و دوام دادن اسلام را فرقش را نمی دانند. اما باید بدانید که فرق وجود دارد. فرق این است که
در آمدن به اسلام، داخل شدن به اسلام، این فقط به گفتن شهادتین است. یعنی وقتی که یک کافر، یک انسان گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدیم که نیست معبودی بر حق بجز الله، گواهی میدیم، شهادت میدیم، و اشهد ان محمد رسول الله، و اشهد ان محمد رسول الله، و شهادت میدیم که نیست معبود، نیست، البته قسم شهادت اول این شهادت میدیم که نیست معبودی بر حق بجز الله، و قسم دوم و اشهد ان محمد رسول الله، و شهادت میدیم که یا گواهی میدیم که محمد صلی الله علیه و سلم این رسول الله. پس وقتی که انسان این دو شهادت را گفت، به مجرد گفتنش داخل اسلام شد، در حالتی که معنیش را فهمیده باشد و این شهادتین را نطق تلفظ کرده باشد و تلفظش نه برای انکار، نه برای استهزاء و مسخره، بلکه برای قبول باشد. یعنی به خاطر قبول کردن دین تلفظ لا اله الا الله را بکند و معنی شهادتین را بفهمد و این کلمه را تلفظ بکند، البته داخل اسلام می شود به مجرد شهادت همین کلمه و فهمیدن معناش و به خاطر قبول کردن دین اگر این را تلفظ بکند داخل دین شد. اما حکم اسلام در این انسان به همین فقط ابدالابد باقی میماند یا نه؟ نه، البته در دوام زندگی ما باید ببینیم که این انسانی که به اسلام داخل شد باید عملهای اسلامی را انجام بدهد، امرهای الله را انجام بدهد، از نهیهای بایست، موحد باشد، بیاموزد و کفر بر طاغوت را بفهمد و انجام بدهد و رکن لا اله الا الله، دو رکنش و 7 شرطش را بفهمد و هر آن چیزی که فرض عین است البته باید به جا بیاورد. و وقتی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را گفت اما انجام نداد، پس بدونید که یعنی عمل نکرد، این داخل شده است به اسلام اما دوام نداده است. بارک الله فیکم. پس علما رحمهم الله تعالی میگویند داخل شدن بر اسلام، برای داخل شدن به اسلام نطق به شهادتین کافی است. یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفتن کافی است. اما برای این که ما یک انسان را به اسلام حکم بکنیم، استمرار دوام بر دوام بگیم که این انسان مسلمان است، شهادتین را گفت و باز چندین سال باز این را تا وقتی مرگش بگیم که این مسلمان است و در اسلام است، دو شرط وجود دارد. ما در حلقه گذشته ذکر کردیم که البته شرط اول ظاهر کردن اسلام، نطق کردن به شهادتین، انقیاد یعنی عمل کردن به مقتضای لا اله الا الله و رکن لا اله الا الله، دانستنش، فهمیدنش، عمل کردن و شروط لا اله الا الله و فهمیدن اصول دین و عمل کردن و خواندن نماز. شرط دوم به شکننده اسلام داخل نشدن، به شکننده های اسلام داخل نشدن، به مکفر چیزهایی که انسان را کافر میکند داخل نشدن. همین دو شرط انسان را در اسلام باقی میماند و اسلام انسان را دوام میدهد. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم برادران و خواهران موحدم. مسئله دیگر این است که واجب بودن تکفیر کردن کسانی که واقع به نواقض الاسلام می شوند. هر کسی که به نواقض الاسلام داخل می شود، واقع می شود، یکی از شکننده های اسلام را به جا می آورد، برای من شما واجب است که این انسان را تکفیر بکنیم، یعنی کافر بسازیم. پس واجب است تکفیر کردن مرتد و تلفظ شهادتن و نطق شهادتن برای این انسانی که مرتد شده است هیچ فایده نمی بخشد. یا حتی به جا آوردن بعضی از فرضهای اسلامی، یعنی اگه انسان نماز میخواند، روزه میگیرد، حج میرود، لا اله الا الله میگوید و غیر ذلك، اما شرک انجام میدهد،
شرک انجام میدهد، از غیر الله دعا میکند، به غیر الله سجده میکند و غیر ذلك شرک را انجام میدهد، قبر پرست است یا که طاغوت پرست است یا که به حکم غیر ما انزل الله حکم میکند، به حکم غیر الله حکم میکند. و اگر همین چیزهای کفری را کفر نداند هم این کافر است. خودش را مسلمان میداند، قبر پرستی را شرک نمیداند، کفر نمیداند. حکم به غیر ما انزل الله حکم کردن به حکم غیر الله را کفر نمیداند و به همین سبب به کفر واقع می شود. با وجود این هم به ما واجب است که تکفیر بکنیم و این کافر است. البته خلافاً بر مرجعه، به خلاف مرجعه. چرا که مرجعه میگن هر کسی که شرک را کفر را انجام داد، اگر دانسته انجام میدهد که همین انسان را کافر میکند، کافر میشود. اگر نداند که همین انسان را کافر نکند، گویا که نمیداند که همین انسان را کافر میکند، کافر نمیشود. یعنی از نظر مرجعه و جهمیه های عصر حاضر این که هر کسی که در گرد قبر طواف بکند، در گرد قبر دعا بکند، درود بکند و غیر ذلك، یا که به حکم غیر الله حکم بکند و فکر کند که این کفر نیست و فکر کند که این درست است، همین کار کرده است درست است، میگه که این کافر نیست. چرا؟ وقتی که مرجع رو پرسید که چرا، میگه که چرا که این اعتقاد میکرد که این کفر نیست. این جهل عذر است. این در نزد مرجعه هست. اما در نزد اهل سنت و الجماعت وقتی که قصدی همین فعل شرکی رو یا که همین فعل رو کرد، فرق نیست که دانست که این کافر میکند یا که ندانست. ندانسته در گرد قبر طواف کرد، ندانسته به حکم غیر ما انزل الله حکم کرد، حکم مطلق رو در نظر داریم البته، و ندانسته به شکننده از شکننده های اسلام داخل شد، با وجود ندانستنش هم کافر است و به من شما واجب است که این رو تکفیر بکنیم و هیچ چیزی ما رو من نمیکند. ما رو من نمیکند گفتن لا اله الا الله، ما رو من نمیکند. این انسان لا اله الا الله بگوید هم لا اله الا الله ما رو من نمیکند که ما این رو تکفیر نکنیم، بلکه در اینجا واجب است که وقتی که ما انیق و یقینا فهمیدیم که به کفر و به شرک واقع شده است، تکفیر کرده شد. بارک الله فیکم. خیلی که امام بربهاری رحمه الله در شرح السنه میگن فاذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام. پس زمانی که یکی از این شکننده های اسلام را انجام داد، به تو واجب است که این انسان را از اسلام بیرون بکنی، یعنی تکفیر بکنی و کافر بکنی. بارک الله فیکم. و مسئله دیگر این است که واجب بودنی به قتل رسانیدنی کسانی که به شکننده های اسلام واقع شده اند و توبه نکرده اند و باز نکشته اند. پس واجب است که مرتد کشته شود، اما همه کشته میتواند؟ کدام وقتی که خود میتواند؟ البته نه، بلکه اقامت الحجت بر وی باید کرده شد. ما همیشه میگیم که جهل نسبت سه چیز میتواند که عذر باشد. نسبت یک چیز در بعضی حالت عذر می شود و در بعضی حالت عذر نمی شود، اما نسبت دو چیز همیشه عذر است. هر کسی که خود را مسلمان گفت اما شرک اکبر را انجام داد، کفر اکبر را انجام داد، به شکننده های اسلام واقع شد، در این حالت شرک و کفر که از انسان واقع شد، رخ داد، ظاهر شد، جهل عذر نیست. انسان کافر می شود. غیر از البته خیلی که علمای دار و نجد، علمای نجد گفتند غیر از سحر، در مسئله سحر اختلاف وجود دارد. از این شکننده هایی که 10 تا است، در مسئله سحر آیا جهل عذر است یا عذر نیست، در این مسئله اختلاف وجود دارد. در دیگرش البته جهل عذر نیست. و بخصوص شرک، در شرک جهل عذر نیست. در مسائلی که دانستنش از دین به ضرورت است و باید کسی که مسلمان است بداند از اصول دین است، جهل عذر نیست. پس بارک الله فیکم. مقصد چیست؟ مقصد این است که هر کسی که در این مسائل
واقع شد، یعنی به شکننده های اسلام، به شرک و غیره واقع شد، در این حالت جهل عذر نیست. ما این انسان ها رو چی میکنیم؟ حکم به کفر میکنیم و تکفیرشون میکنیم. از این میورد که قسم اول جهل عذر نشد، اما در بعضی از مسائل دین یا که در مسائل فروع و در بسیار مسائل جهل عذر است. در مسائلی که اصول دین نباشد، در مسائل شرک نباشد، در مسائل معلوم من الدین بالضروره نباشد، دونستنش از دین از ضرورت نباشد، مسائل نماز، عبادت و معاملات، کسی که جاهل است عذر است. اما در این اصل، در مسئله شرک، توحید، جهل عذر نیست. این قسم اول بود. مسئله جهل قسم اول بود که البته ما این مسئله جهل رو به شما در حلقه های گوناگون در شرح مسئله ایمان و کفر به شما بیان کردیم. مختصرا به شما بار دیگر گفته شدیم. و دومین جایی که جهل عذر میشد، جهل در مسئله قتل. یعنی یک مسلمان گفت من مسلمانم، یک انسان گفت من مسلمانم و در گرد قبر طواف کرد، جهل عذر نمیشود. ما میگیم این کافر است و این قبر پرست است. اما در مسئله این که در مسئله کشتنش آیا همین کشته میشود؟ نه، البته اول اقامت الحجت است. در مسئله کشتن جهل عذر است. کشتن یک مشرکی که مسلمان نیست، این دیگر حکم دارد و کشته میشد. اما یک کسی که خود را مسلمان میگوید اما به سبب جهل شرک را انجام داده است، ما میگیم به سبب جهل که شرک را انجام داد، جهل در مسئله حکم، در مسئله حکم جهل عذر نیست، بلکه این کافر است. اما در مسئله قتل جهلش عذر است. ما کشته نمیتوانیم. اول حجت را میرسونیم، قرآن و سنت را میرسونیم و میگیم که این عملی که تو میکنی این شرک است، برای همین تو کافری، توبه کن بازگرد، ما تو رو قتل نمیکنیم. اگر توبه کند قتل حرام است، اما اگر توبه نکرد بعد از این چی است؟ قتل کرده میشد. و در مسئله عذاب هم جهل عذر است. یعنی کسی که خود را مسلمان گفت در این دنیا اما شرک را انجام داد، کافر شد و حجت به این انسان نرسید، قتل هم نشد و به همین حالت وفات کرد. در روز قیامت آیا این خالدا مخلدا فی النار است؟ البته ما این حکم را داده نمیتونیم، برای اینکه الله سبحانه و تعالی میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسوله. ما هیچ کسی رو اذیت نمیدیم، عذاب نمیدیم و به عذاب دوزخ نمیاندازیم تا زمانی که به وی رسول نفرستیم. پس به این انسان رسول نآمد، حجت نآمد، این انسان در این دنیا به حکم کافر زندگی کرد، کافر است. اما در روز قیامت جهل برای این انسان عذر است و این انسان امتحان کرده میشد. و بسیار سخنی که شیخ الاسلام ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، علمای نجد کردند در همین مسئله که گفتند جهل عذر است، به همین قسم عذاب عذر است. یعنی در روز قیامت جهل عذر است به همه اون کسانی که خود را مسلمان گفتند و در این دنیا شرک را انجام داده اند. اگر نادانست در حقیقت از سبب جهل انجام داده باشند، در روز قیامت جهل عذر است. اما در این دنیا برای حکم، برای اینکه وی کافر هستند، جهل عذر نیست. پس مشرکایی که خود را مسلمان میگویند و از سبب ندانستن مشرک شدن، از سبب جهل مشرک شدن، در روز قیامت شانس دارند. الله امتحان میگیرد. کسی که فضل و کرم الله بر وی بود و در این دنیا میشد که حق را قبول بکند، البته حق را قبول کند، امر الله را اطاعت بکند، جو داخل جنت شد. اما کسی که در این دنیا اصلا اسلام را قبول نکرده است، در حالت بودیستی مانده است، این مشرک به یگان امتحان، به یگان اختبار داخل دوزخ میشد. و اما افسوس که این فرق را مرجئه ها نمیفهمند. یعنی مشرک شدن، کسی که خود را مسلمان میگه مشرک میشود، ما میگیم این کافر است. اما در مسئله قتل کردن ممکن نیست، اول حجت رساندن لازم است، زیرا که جهل عذر است. و در روز قیامت ما این انسان رو خلد مخلدن فی النار نمیگوییم، زیرا که جهل عذر است. بارک الله فیکم. اما عذر جهل برای دو چیز است: برای کشتن، از سبب جهل کشتن ممکن نیست، و برای ابدالابد به دوزخ ندار آمدن. یک باره میگیم که جهل عذر است، اول امتحان میشد. اما در مسئله حکم جهل عذر نیست که ما باید حتما این مسئله رو فهمیم. بارک الله فیکم. پس باید بدونید که نه همه اون کسانی که کشتنشون واجب است اونها کافرند. برای اون که در بعضی حالت زیناکاری که محسن است، یا که قاتل، یا که یک کسی که یک مسلمانی که مسلمان دیگر رو کشته است، یا محارب،
البته یقطع الطریق، یعنی کسانی که در درون اسلام واقعاند اما به سبب گناهشان کشته می شوند. یعنی همه اون کسانی که کشته می شوند کافر نیستند. در بعضی حالات مسلمان هم از سبب گناهش کشته می شود. پس بارک الله فیکم با همین کاملا با تمام شرح و توضیحاتش شرط ششم صحت لا اله الا الله القبول را به آخر رسانیدیم و از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که به ما توفیق عمل کردن را نصیب بکند و توفیق اخلاص و متابعت رسول اکرم صلی الله علیه و نصیب بکند و هر کسی که این حلقه ها را شنید به عمل کردن و برای موحد شدن بنده و به دیگران الله سبحانه و تعالی ان شاء الله کمکمون بکند و نصرتمون بدهد.